خیلی با ملاحظه پیرمرد پیرزنهای قدیممون اگه مادر بزرگ پدر بزرگ داره خدا براش نگه داره. خیلی آروم میان جلو با ملاحظه، به محض اینی که دوتا بارون میزنه با ملاحظه نیاد پیش من. ببینید فن پیجی رو که زدی این اینستاگرام رو داری گمراه میکنی. این اینستاگرام رو داری گمراه میکنی. میگه این پیجه اون پیجه. کدوم پیجه؟ شهرامه برامه پیروز برامه کدومه؟ نکن این کارو. ما آدمی نیستیم گزارش بدیم بریم پی کار. این کار درست نیست. با امیر رئیسی باید هماهنگ بشه. دست چپ و راست من امیر رئیسیه، باید هماهنگ بشه. بعد خلاقیت خودت نشون بده. ببین یه آدمی باید اترکتیو داشته باشه، اتنشن داشته باشه، تشنه کارش باشه. We need some advice. Okay? We need some advice. ایده بده. I need some idea. به من ایده بده. ایده داشته باش. نیا پیش من بگو من نمیدونم چیکار کنم. اومده نشسته اینجا اینجوری. من چیکار کنم آقا مهدی؟ چیکار میخوای کنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ اگر امروز میبینی مهدی منصوری اومده 300 تا مشتری رو حمله میکنه بهش، 30 سال خاکش خوردم. 30 ساله.